دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و همچنان تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را انتخاب کردید. امروز ما میخوایم که راگ بوپالی را به موسیقی خودم معرفی بکنم. یعنی چی؟ یعنی که این کسی که شما میبینید سارا که مثل شما یک شاگرد است، میخواد که امو داشته های خود با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوار هستم که این ویدیو یک ویدیوی به درد بخور باشه. راگ بوپالی از تات کلیان جور شده و 5 تا سر داره: سا، ری، گا، پا و دا. آرو و افروی ازی ارتوش 5 تا سر دارند و از این خاطر است که جاتی ازی به نام آدف یاد میشه. جاتی یعنی چی؟ جاتی همون کلکشن نوتایی است که یک راگ از او جور شده و چون در آروی از اون 5 تا نوت است و افروی از اون 5 تا نوت است، از او خاطر آدف یاد میشه. آدف نام یک جاتی یک راگ است که 5 تا نوت داره و آدف چرا 2 دفعه آدف است؟ به خاطر اینکه هم آرویش 5 تا نوت داره و هم افرویش. وادی از این راگ سر گاست و سموادیش سر دا. وادی چی معنا؟ یعنی نوتی که زیادتر در یک راگ استفاده میشه به نام وادی یاد میشه و سموادی نوتی که بعد از وادی زیادتر مورد استفاده قرار میگیره یاد میشه. تایم از این راگ بین 6 تا 9 شب تعیین شده، ولی ما در وقت روز که خواندیم برام خوشایند بوده. میریم شروع میکنیم برای آرو و ابروی راگ بوپالی. آروی ابرویش میخوانیم و ما همیشه از سی شروع کردیم به خاطر از اینکه این برای کسایی که نو شروع میکنن آسان است. ما تمپو را همچنان شروع میکنم و شما اگر تمپو را ندارین حتما لود کنین و اگر در قسمتش مشکل داشتین بر ما یک کامنت پانین به زیر ویدیو. ما حتما در این مورد برای شما ویدیو تهیه میکنم تا که مشکل حل شود. خب ما تمپو را پلی میکنم. یک بار دیگه. سا ری گا پا دا سا دا یک تات میتونه که سیدش خوانده شود، یعنی نوتایش بدون افکت خوانده شود، بدون حرکت گلون خوانده شود. اما راگ بسیار ضروری است که ما در راگ گمکار استفاده کنیم و افکت استفاده کنیم، حرکت های گلون انجام بدیم تا که راگ مزه‌دارتر شود. ما بیشتر که آرو و افرو را خواندم همراه افکت بود و حال ما بدون افکت رو میخوانیم. ببینیم فرقش چی است.
خب ما دوباره تنپوره رو پلی کردم. ساریگا پا داسا سادا پاگاریسا. این بدون افکت بود. شما امیدوار هستم که فرق شما متوجه شده باشین. و حالا من برای از اینکه زیادتر واضح بسازم مقصد خود، یک 3 تا نوت جدا جدا تمرین میکنم. اول بدون افکت ساریگا، حالا امرای افکت ساریگا حالا ما میخوایم که یک چند تا آلاب شکل بدیم. آلاب اصلا چی است؟ آلاب یک راگ معرفی میکنم و چی رقم جور میشه که نوتای مختلف امو راگ پالو یکی دیگه قرار میدن و او را به شکل مدیتیشن نمیخوانن، به شکل آکار میخوانن که به نام آلاب یاد میشه. و فرق بین آلاب و پکر ای است که پکر هم گرچه یک راگ معرفی میکنه و آلاب هم، ولی فرقشان در ای است که پکر به قسم نوتیشن خوانده میشه و آلاب به شکل آکار خوانده میشه. و پکر کوتاه می باشه اکثرا، اما آلاب میتونه که کوتاه باشه و میتونه بسیار طولانی هم باشه. بسیار طولانی نی، خود طولانی باشه. و در شروع آهنگ خوانده میشه و بدون ریتم است. و ما گفتم که مقصدش معرفی راگ می باشه. خب ما حالا میریم شروع میکنیم یک آلاب کوتاه جور میکنیم. حالا من آکاری رو میخونم.
آلاب دوم. آل داکار. آلاب سیم. آلا. حالا به چهارم. آکار. حالا باخری. این بود پروگرام امروز من. خدا کنه که مفید واقع شده باشه دوستای عزیز. به خاطر از اینکه ویدیو بسیار طولانی نشه
ما نصف راگ بوپالی موضوعش آمده ویدیوی هفته آینده برای خدمت شما حتما تهیه میکنم و شما اگر سوال داشتین حتما کامنت بگذارین برای زیر ویدیو. ما حتما سوال شما رو کوشش میکنم که جواب بگویم و همچنان اگر ویدیو خوشتان آمده لایک و سابسکرایب از یادتان نره تا که چینل بتونه رشد کنه و ما زیادتر بتونم که به خدمت شما ویدیوهای آموزنده دیگر تهیه بکنم. این بود موضوع امروز ما و دوستای عزیز. بسیار خوشحال بودم از اینکه شما را با خود داشتم. امیدوار هستم که هفته آینده همچنان شما را با خود داشته باشم. تا هفته آینده همه شما را به خداوند می سپارم و از حضورتان مرخص میشم. خداحافظ.